دوستان گروه گالری بردیا هستیم. نصب کفگوش تموم شده، کار آمل پله ها داریم این تو پذیرایی خدمت شما عرض کنم. کار فوق العاده قشنگ شده، مشتری فوق العاده راضی. کل کار کفگوش، دیوارا کاغذ دیواری. ببین گلم قشنگ دقت کنید، صحبت تبلیغات نیست، کار باید رو اصول چیده بشه. یعنی اگه میخوای کفپوش بزنی باید زیر کارت صاف باشه، اگه میخوای کاغذ دیواری کار کنی باید زیر کارتو درست کنی. شما کفپوش رو نگاه چقدر خوشگل نشسته روی کار، ببینید کار چقدر زیبا نشسته روی دیوار. پله ها رو نگاه کنید، یه نمای فوق العاده خوشگل. روی بالا آستری بالا 2 میله، اینم از کار تو آشپزخونه. کار شیک تمیز، اصلا انتخاب رنگ بندی رو نگاه کنید شما. از گفتم نماند کفپوشش 3 میله با چسب 4-8 کار شده تینری. ولی پیشنهاد میکنم اگر قراره کفپوش بزنید چسب میثم طلایی کار کنید، خیلی بهتر از 4-8. 4-8 یه نعمه ضعیف شده، نمیدونم چرا، ولی 4-8 اون میثم طلایی فوق العاده است. البته من 1-2 بار کار کردم راضی بودم، منم زیاد اطلاعاتی ندارم، ولی الان تو این بازار میثم طلایی رو من بهتر قبول دارم. من قبول دارم. حالا شاید شما دوستا کار خودتون کردین میدونید چی به چیه. در هر صورت با گالری بردیا خوش باشین. قربون شما.